مصر در دوره شاهیگری قدیمه. سرچشمه ها: ساخت اقتصادی اجتماعی جامعه. تفاوت اقتصادی بین مصر پایانی و بالایی. رشد سیستم آبیاری، زمینداری، باغداری، چارواداری، کاسبی، سودا. زمین‌های شاهی: تقسیم کردن زمین‌های شاهی به عبادت خانه‌ها و عملداران. ترقیات خواجگی‌های خصوصی. ویرانشوی جامعه‌ها. انکشاف غلامداری. گروه‌های کارگری، تشکیل و تأمینات مهنتی آنها. ضدیت‌های اجتماعی: پرزورشوی و از روی دین مقدس شماریدن حاکمیت فرعونها. دستگاه دولتی. ساختمان اهرام‌ها. اکسپدیسیون‌های سودایی و یورش‌های حربی. شدتیابی ضدیت‌های داخلی. زیادشوی میل‌های سپرستیستی یا جداپرستی. پرزورشوی اشرافان نام‌ها. شورش طبقه‌های استثمار شده از روی معلومات‌های پاپیروس. مسئله‌های معین نمودن صحنه این شورش. برهمخوری دولت متمرکز.